بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با آیات دیگر از سوره مبارکه البقره تفسیر نور را ادامه میدیم. در آخرین آیات که در درس گذشته به تفسیر اون پرداختیم، عواقب بد تبهکاران، مفسدان، کفار و آنهایی که به عناد لجاجت با خدا و دین خدا میپردازند پرداختیم. این آیات بار دیگر خداوند عزوجل انسان‌های مؤمن را در طول تاریخ امیدوار میکنه. آیه‌ای که امروز میخوانیم، خداوند عزوجل میخواد بگه که مؤمنان به هر دین و آیینی در طول تاریخ باشند اهل سعادتند. همچنان که خداوند عزوجل به گوشه دیگر از تاریخ بنی اسرائیل اشاره میکنه، آن زمانی که بعد از نزول تورات خواستند از مسئولیت و پذیرفتن آن شانه خالی کنند، خداوند عزوجل کوه طور را معجزه آسا بر سرشان قرار داد و از آنها عهد و میثاق مؤکد گرفت بر اینکه ملتزم به گرفتن این احکام و شریعت باشند و اون را برای عمل کردن و هدایت و رستگاری بخوانند. همچنان که به داستانی دیگر در این زمینه اشاره دارد و آن داستان حد حرمت مقدسات دینی است که یهود آن را زیر پا گذاشت. آیات را ابتدا با هم دیگه میشنویم و سپس به شرح و تفسیر آن میپردازیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. درس 39 از سلسله درس‌های تفسیر نور را اختصاص دادیم به حول قوه الهی به آیات 62 تا 66 سوره مبارکه البقره. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. طبق روال معمول ما محور درسمون رو معانی کلمات، ترجمه آیه، مفاهیم لغوی و همچنین شرح و تفسیر و در نهایت درس و عبرت هاست. معانی کلمات را در این زمینه ما اولین کلمه‌ای که باش برخورد میکنیم ان الذين آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، و میپردازیم به آنها در مورد اینکه مراد کدام مؤمنان هستند. والذین هادوا، و کسانی که یهودی شدند یا منظور یهودیان است. النصارى یعنی نصرانی ها و مسیحیان. الصابئین، در اصل صابئی یعنی کسی که دین خودش رو عوض کرده، ولی آیا چه کسانی عیناً مراد هستند؟ ستاره پرستان، خورشید پرستان، فرشته پرستان، پیروان دین ابراهیم یا حنفا، همه اینها گفته شده. رفعنا یعنی بالا بردیم یا قرار دادیم آن را فوق داد. طور یعنی کوه طور، جایی که موسی با الله سبحانه و تعالی مناجات میکرد. معانی کلمات دیگر در این زمینه تولیتم داریم، یعنی پشت کردید، روی گردانیدید، و همچنین خاسرین یعنی زیانکاران، و بعد از این اعتدوا یعنی تجاوز کردند. اعتدوا یعنی تجاوز کردند. و همچنین در این آیه داریم که السبت یعنی روز شنبه، روز مقدس یهودیان، و همچنین فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین. کونو یعنی باشید، امر کونی است از الله برای یهود و لذا جای بحث و اختیار در اون نیست. معانی کلمات دیگر در این زمینه قرده داریم به نام میمون یا بوزینه. خاسئین یعنی رانده شدگان خار شده، رانده شدگان خار شده. نکالا یعنی عبرت و درس بازدارنده.
و همچنین لما بین یدیها یعنی معاصرین و پیش رو. در اصل معنا پیش روست ولی معنای معاصرین داره. و همچنین ما خلفها یعنی بعدیها یا آیندگان و معانی کلماتی از این زمینه. میرسیم به ترجمه آیات. آیاتی که را امروز انتخاب کردیم آیه 62 تا 66 5 آیه است. بنابراین سعی میکنیم سریع از این مفاهیم بگذریم تا اینکه بتونیم به ترجمه و تفسیر اون بپردازیم. در ترجمه آیه 62 خداوند عزوجل میفرماید یقینا کسانی که ایمان آوردند، ان الذين آمنوا، و همچنین کسانی که یهودی شدند و مسیحیان و سابعی ها، هر کس که به الله و روز آخرت ایمان آورد و کار نیک انجام داد، یا هر کس که به الله و روز آخرت ایمان آورد و کار نیک انجام داد، پس برای ایشان نزد پروردگارشان اجرشان و پاداششان محفوظ است. پس نه از آینده ترسی دارند و نه از گذشته اندوهگین می شوند. این ترجمه آیاتی بود، آیه 62 سوره بقره. آیه بعد ببینیم چی میگه. خداوند عزوجل میفرماید و بیاد آورید زمانی که از شما پیمان گرفتیم. از شما یعنی یهودیان پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سرتان قرار دادیم. محکم بگیرید آنچه را از تورات به شما داده ایم و بیاد آورید آنچه در آن است تا با تقوا شوید. آیه 63. سپس بعد از همه اینها ثم تولیتم من بعد ذلك، سپس بعد از همه اینها شما بعد از این همه عهد و میثاق شما روی گردانیدید و اگر فضل و رحمت الله بر شما نبود البته از زمره زیانکاران می شدید. این آیه 64. در آیه 65 می خوانیم که و بیگمان دانستید خبر آنانی از شما که در روز شنبه تجاوز کردند، یعنی حد که حرمت روز مقدس کردند، پس به ایشان گفتیم که به بوزیگنگان خار شده و رانده شده تبدیل شوید. در آیه بعد آیه 66 خداوند می‌فرماید پس آن عقوبت را عبرتی برای معاصرین آن مردم یا قریه و واقعه و آیندگانشان قرار دادیم و همچنین موعظه و پندی برای متقین. اگر بفهمیم مفاهیم لغوی این آیات را بررسی کنیم، اولین مفهومی که مد نظر قرار میگیره الذین آمنو است. ان الذین آمنو، به راستی و یقینا کسانی که ایمان آوردند. مراد کیا هستند؟ منظور کیا هستند؟ مؤمنانی که در طول تاریخ انبیا و رسول به ادیان مقدس الهی ایمان آوردند، پیامبران را قبول داشتند. ممکنه مراد اینها باشه. یا اینکه منافقانی که به در عهد اسلام وجود داشتند و ایمانشون در شک و تردید بود. یا اینکه مؤمنان را راستینی، کسانی که به دین اسلام حقا مسلمان شدن و ایمان آوردن. ممکنه هر کدوم از اینا باشه. مؤمن است که آن کسانی که ادعای ایمان واقعی دارند، چه در طول تاریخ باشد چه در عهد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، همه اینها وارده. و همچنین هادو یعنی یهودیان، و گفته شده که یهادو را یا کلمه اصطلاح و واژه یهود گرفته شده از جمله توبهشون بوده. اون زمانی که گفتند ان هدنا الیک، یعنی به راستی ما به سوی تو بازگشتیم ای الله. هدنا یعنی رجعنا، پس یهود یعنی بازگشت کننده در اصل. یا اینکه به نام یکی از پیامبرانشان به نام یهودا نامگذاری شده. به هر حال هر دو وارده. و نصارا به معنای مسیحیان که در اصل کلمه از همون جمله پیروان حضرت مسیح علیه السلام، آن زمانی که حضرت مسیح به اونا گفت بیایید نصرت دهندگان دین خدا باشید، اونا گفتند که انا نصارا، ما همونها هستیم، ما نصارا هستیم. از اونجا گرفته شده. پس مثل اینکه واژه نصرانیت از همون جمله انا نصارای اونها عهد و پیمانی که با مسیح بستن گرفته شده. همچنان که یهود از همون جمله دعاییه و استغفارشون هست که گفتن انا هدنا الیک.
یا اینکه نصارا گرفته شده از از آن آبادیش بوده، چون اهل ناصره بودن که هنوزم یکی از شهرهای مقدس در فلسطین هست، مهد حضرت مسیح علیه السلام. از سابعین مفرد سابعی است، یعنی در اصل لغت به معنای کسی که دینش را عوض کرده به دین دیگه گرایش پیدا کرده. اصل مطلب اینه و به همین خاطر شاید در طول تاریخ مفسرین نتونستن واژه ثابتی واسه این کلمه داشته باشن. گفته شده که سابعین خورشید پرستان هستند، یا عده‌ای گفتن ستاره پرستان هستند، عده‌ای گفتن فرشته پرستگان هستند و عده‌ای گفتن نه پیروان دین ابراهیم بودند به نام سابعی، و عده‌ای گفتن که بلکه اونهایی بودند که موحد بودند و حنفا بودند، خدای را قبول داشتند و دین مشخصی نداشتند. میگفتن لا اله الا الله، موحد بودند، خدای یکتا را قبول داشتند، اما دین و شریعت ثابتی نداشتند. و این مقولات همه وارد هست و مفسرین اون را گفتند. شاید چیزی که مستندتر از همه اینها باشه مقوله امام سفیان ثوری رحمت الله علیه از حضرت مجاهد باشه در تفسیر ابن کثیر که فرمود سابعین قومی هستند بین مجوس و یهود و نصارا که دین ندارند ولی موحد بودند. همین جمله را ابن کثیر از ائمه بزرگواری چون ضحاک و اسحاق بن راهوی نقل کرده که گفتن فرقه ای از اهل کتاب بودند که زبور میخوندن، یعنی اهل دین بودند. یا اینکه ابن کثیر همچنین از قول مجاهد و وهب ابن منبه و امثال ایشان ترجیح میده که سابیون نه یهود هستند، نه نصارا و نه مجوس و نه مشرک، بلکه انسانهایی بودند که بر فطرتشان زندگی میکردند ولی دین و شریعت مشخصی نداشتند، یعنی موحد بودند ولی دین مشخصی نداشتند. و به همین خاطر شاید از همین انگیزه بود که مشرکین مکه وقتی که در صدر اسلام کسی مسلمان میشد و به پیامبر اسلام ایمان می آورد میگفتن سابعی است، یعنی دینش عوض کرده، میگه موحدم ولی دین مشخصی نداره، چون دین اسلام رو قبول نداشتن. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. پس بنابراین واژه بعدی که ممکنه مد نظر باشد من آمن بالله و الیوم الاخر. در این آیه خداوند عزوجل فرمود که اعتبار به ایمان به الله و روز آخرته و این دو لازم ملزوم یکدیگرند. چرا؟ چون یکی ایمان به الله مبدأ هست و ایمان به آخرت ایمان به چیه؟ به مقصده و یا معاد. پس بنابراین هر کس که ایمان به مبدأ و معاد داشته باشه میتونه ایمان کامل و جامع و دیدگاه و جهانبینی کافی و وافی از حیات دنیا و آخرت داشته باشه. یکی بدون دیگری معنا نمیده. اینجاست که ایمان به الله و روز آخرت بارها در قرآن کریم در کتاب مقدس آسمانی با هم ذکر شده، ایمان به الله و روز آخرت. و اگر دقیقی و پژوهش خیلی ساده داشته باشید میتونید بفهمید که تمامی اهل دیانت ها این دو مبدا را قبول دارن. یعنی از باب کلی وقتی نگاه کنیم ایمان به خدا و ایمان به روز آخرت هست. حالا در تفصیلاتش بین هم دیگه اختلاف نظرهای وجود داره، اون مبحث جدایی است، ولی باید بدونیم که ایمان به خدا یعنی خداپرستی و ایمان به حساب کتاب آخرت و روز آخرت وجود داره. و همچنین در کنار ایمان قرآن همیشه عمل صالح یا کار نیک مطرح میکنه. چرا؟ چون شرط پذیرفته شدن ایمانه، چیزی که ایمان را محک میزنه، چیزی که صداقت مدعا را ثابت میکنه. چون ایمان یک غیبه، یک ادعاست، یک باور است. زمانی مشخص میشه که انسان چیکار کنه؟ به مقتضای اون ایمانش عمل بکنه. خداوند عزوجل در آیه بعد فرمود و دخلنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. بیاد بیارید بنی اسرائیل زمانی که از شما عهد و میثاق گرفتیم. میثاق گفتن عهد یا پیمانی که تأکید شده روش. گفته شده که
خداوند عزوجل زمانی که تورات نازل کرد یهودیان نپذیرفتند. کوه طور را بالای سرشون قرار داد و اونها را تهدید کرد که اگر نپذیرید هلاکتون میکنیم، نابودتون میکنیم، افراد دیگه میارن. اینجا بود که خداوند رفعنا یعنی بالا بردیم، یعنی یا قرار دادیم، روی سرشان قرار دادیم به قصد تنبیه و هلاکت و برای گرفتن عهد و میثاق. خذوا ما آتیناکم بقوه، یعنی اون چیزی را که بهتون دادیم با قوت و با جدیت بگیرید، با شوخی و مسخره با اون برخورد نکنید و این نشانه عهد و میثاق مؤکده. واذکروا ما فیه، این یک واژه دیگه هست در این آیه و ذکر به معنای تلاوت و یادگیری به قصد ارشاد و هدایته. به همین خاطر در ادامه آیه فرمود واذکروا ما فیه لعلکم تتقون، تا اینکه رستگار باشید، تا اینکه با تقوا باشید. یعنی نه اینکه مجرد خواندن قرآن تورات را بگیرید، بخونید، بفهمید، بهش عمل بکنید تا اینکه رستگاری را کسب کنید. همچنین در آیه بعد داریم که ثم تولیتم من بعد ذلک، بعد از این عهد مؤکد و میثاق مؤکد شما به عهد و پیمانتون عمل نکردید. و این نشون میده که یهود انسان‌های عهد شکن هستند و پیمان شکن. خدا فرمود فلولا فضل الله علیکم، فلولا فضل الله علیکم، اگر که فضل بیکران الهی بر شما نبود. فضل الله در چی بود؟ در ارسال رسول بود، بعثت انبیا. و همچنین و رحمته، و رحمت بیکران الهی در این بود که فرصت توبه و استغفار براشون فراهم میکرد و از اونها میپذیرفت که بعد از هر گناهی دوباره بر بگردند و توبه کنند. در آیه بعد میخوانیم که ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، و شما دانستید یهود اهل علم بودند، دانش داشتند، کتاب میخوندند. بس بنابراین این با این بینش و فهم این چنین تصرفاتی از اونها چی بود؟ بسیار زشت و نالایق و نازیبا بود. اعتدوا فی السبت یعنی اونهایی که تجاوز کردن از حد و حدودشان در روز شنبه. روز شنبه چه بود؟ خداوند عزوجل این روز را روز حرمت قرار داده بود و ماهیگیری و صید ماهی را در این روز برای بنی اسرائیل حرام کرده بود، در حالی که اونهایی که در ساحل دریا زندگی می‌کردند اومدن حیله به کار کردند. دیدن که روز شنبه به خاطر اینکه صیدهای ماهی پهن نمیشه در دریا و ماهیگیری نیست، ماهی‌ها عادت کردند در این روز به ساحل بیشتر میان. اومدن روزهای جمعه تورهاشون رو به دریا انداختن و روز یک شنبه از آب میکشیدن. روز شنبه ماهی‌ها می اومدن تو دام‌ها گیر میکردن، روز یک شنبه اونها رو از آب میکشیدن. با این حیله البته این کار به یک روز و دو روز نبود، بلکه به طور مخفیانه عده افراد ضعیف الایمان این کار انجام دادن. بعد از همدیگه یاد گرفتن، سکوت کردن در مقابل منکر همدیگه و این کار ترویج پیدا کرد و منکر تبدیل شد به یک کار مشروع. گفتن که ما روز شنبه کاری نداریم، روز جمعه میریم صید و روز یک شنبه. این حیله و تحایل و مکر حد که حرمت روز شنبه بود. پس بنابراین خداوند اونها را به کیفر و عذاب سخت دچار کرد. حذف و اختصار در این داستان وجود داره. وقتی خداوند عزوجل در این آیه نفرمود، چون قصه انشاءالله در آیات دیگه میخونیم در جای دیگه قرآن و به طور مفصل تر، ولی در اینجا فرمود که ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم. دونستید قصه اون انسان‌هایی که در روز شنبه تجاوز کردن، تعدی کردن، ما اونها را گفتیم که باشید بوزینگانی که چی خار شده. یعنی نگفت که اونها تجاوز کردن و این کار کردن یا اون اسم و مشخصات و تفصیلات ماجرا مهم نیست، مهم اون علت کیفر و خود کیفر مهمه. فقلنا لهم کونوا، پس ما گفتیم، خداوند میگه ما دستور دادیم. دستور چی داد؟ اینجا امر و دستور شرعی نیست که انسان مختار باشه، چون خداوند خیلی دستورها میده. دستور میده ما قرآن بخوانیم، آیا همه ما قرآن میخونیم؟ خب شاید نخونیم. دستور میده ما نماز بخونیم، آیا همه مسلمان ها نماز میخونن؟ شاید نخونن. الی آخری دستورهایی که احکام درش هست میگن دستورات شرعی است. پس بنابراین جای اختیار درش بازه، هر کس که انجام بدهد اجر و ثواب داره، هر که
هر کس انجام نده تخطی و عصیان و گناه کرده، باید منتظر عواقب آخرت در کیفر جهنم باشه. اما اینجا خداوند میفرماید فقلنا لهم کونوا، ما دستور دادیم بهشون باشید. اینجا امر کونیه، یعنی امری است که برابرگرد نداره. خداوند یه چیزی اراده کرده و خواسته یه کاری صورت بگیره، اینجا دیگه جای اختیار و بحث نیست و جدال نیست. خداوند دستور داد و این کارم شد. و اون چی بود؟ این بود که اون انسان‌های حیله‌گر و مکار تبدیل بشن به چی؟ بوزینگان و میمونهای خار و پست. چون وقتی موحدان اومدن دیدن که انسان‌هایی که تا دیروز حیله می‌کردن حالا اینطور به شکل بوزینه هستن، از شهر آبادی بیرونشون کردن. ذلت و خاری از یک طرف از جنس حیله و مکرشون بود و همچنین رانده شدنشون از شهر آبادی علتی دیگه بود، یک نوع جزای دیگه بود. پس بنابراین خاصه هم به معنای خار و هم به معنای رانده شده است. تا بعد از چند روز البته اینا به همین طریق مجازات شدن، چند روز هم بیشتر زنده نبودن و به همین حالت هم مردن و نسلی از اونها به جای نمونده. مفاهیم لغوی این آیات همچنین داریم فجعلناها، یعنی ما اونها را که در این حادثه شرکت داشتن قرار دادیم، یا اون آبادی و اون حادثه را قرار دادیم موعده. فجعلناها نکالا، و نکال را قبلا گفتیم یعنی چه؟ یعنی عبرت، درس عبرتی که بازدارنده است بهش میگن نکال. یعنی یک حادثه وحشتناکی که انسان میتونه واقعا چیکار کنه؟ نگه داره از خیلی کارها، بهش میگن تاریخ برای عبرته. و این برای کیه؟ لما بین یدیها و ما خلفها، برای انسانها عموما، برای عصات، برای متجاوزان. و اما موعظه است، پند و اندرز برای متقین. چرا؟ چون متقین هستند که از تاریخ درس عبرت مفید میگیرند، در حالی که موعظه برای همه است. همچنین که قرآن موعظه است برای همه، ولی ممکنه خیلی ها از قرآن استفاده نبرند و بهره نبرند. اگر به این آیات توجه کرده باشید میبینید که خداوند عزوجل بعد از آیه 61 که یک در اصل یک پتک محکم بود رو سر یهود، بین که اونها کفران نعمت کردند، کفران آیات الهی کردند، پیامبران را کشتند، پس بنابراین خداوند براشون اونها را خار و ذلیل کرده در تاریخشون. میخواد بگه که همه مردم اینطور نیستند. کسانی که موحد بودند اهل ایمان و سعادت بودند، چه مؤمنان واقعی در طول تاریخ، چه یهودیان، چه نصرانیان، چه سابئیان، همه اونها به شرطی که ایمان واقعی داشته باشند به خدا و آخرت و عمل صالح انجام داده باشند، اینها اهل سعادتند. اینها چی هستن؟ اجرشون محفوظه، اینها پایمال نمیشن، چون خداوند در طول تاریخ پیامبرانی فرستاده و پیروان پیامبران همیشه اهل سعادت بودند، به آخرت در بهشت برینند. این در اصل آیه بارقه امیدی است برای موحدان. ولذا وارد شده است که حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه از وقتی این آیه یا شبهه‌ای براش پیش اومد، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید که چون سلمان یک مرحله رو طی کرده برای ایمانش، ابتدا از خانواده زرتشتی بوده، هجرت کرده به شام، مسیحی شده و بعد هجرت کرده به شبه جزیره در مدینه زندگی میکرده و در اونجا به عنوان یک برده خدمت میکرده و منتظر پیامبر موعود بود، تا اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ظهور کردند و مسلمان شد و اومد قصه اون ماجرای رحلتش و هجرتش و سیرش رو در برای یافتن پیامبر موعود بازگو کرد. گفت من با انسان‌هایی طی کردم در زندگیم که نماز می‌خوندن، روزه می‌گرفتن، زکات می‌دادن الی آخری، عبادت‌هاش رو بازگو کرد واسه پیامبر. پیامبر صلی الله علیه و سلم کمی مکث کرد، فرمود که سپس این آیات نازل شد: ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. این آیه علتش یا سبب نزولش همین بوده، ولی مختص این قصه و این ماجرا و این داستان سلمان رضی الله تعالی عنه نمیشه. چرا؟ چون خداوند میخواد به عموم ملت ها بگه که هر کس که اهل ایمان به خدا و آخرت باشد و عمل صالح انجام بده، چه قبل از اسلام باشد چه در زمان اسلام، اونا اهل سعادتند.
عهد و میثاق یهود را در آیه بعد میخونیم. آیه بعد خداوند عزوجل فرمود که چی؟ فرمود ولقد اخذنا و اذ اخذنا میثاقکم. بیاد بیارید ای یهودیان زمانی که از شما عهد و میثاق گرفتیم بر اینکه تورات را بپذیرید. ولقد اخذنا منکم و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. البته این بالا بردن کوه طور بر سر اونها به قصد تأکید بر میثاق بود، به این علت که آنها میخواستن از مسئولیت شانه خالی کنند، نمیخواستن هرچی برشون نازل میشه بپذیرند و هر دستور و شریعتی را قبول بکنند. ولذا خداوند عزوجل از اونها عهد و میثاق مؤکد گرفت. امام سدی رحمت الله علیه از ائمه تابعین در علم تفسیر، ابن کثیر رحمت الله علیه ازشون نقل میکنه، میفرماید وقتی یهود از سجده کردن سر باز زدن، تورات کوه طور و قبول کردن تورات سر باز زدن، خداوند عزوجل کوه طور را بالای سرشون قرار داد و اونها را تهدید کرد. وقتی این وضع را دیدند، یهود وقتی این وضع را دید، به پهلو خودشون را به زمین زدند و سجده کردند و تسلیم شدند و با یک چشم فقط نگاه به آسمان می‌کردند ببینند که واقعا کوه طور رو سرشون میفته نمیفته. خداوند عزوجل بر اونها رحم کرد و از اونها عهد و میثاق گرفت که اونها تورات را که احکام شریعت و دستور العمل زندگی بود بپذیرند و بهش عمل کنند. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. و کوه طور همونطور که عرض کردم خدمتون جلوه‌گاه حوادث مهم تاریخ در تاریخ یهود بود. عهد طور بر عمل به تورات بود. عهد و میثاقی که در کوه طور بسته شد خذوا ما آتیناکم بقوه، یعنی این عهد و پیمان بود. خداوند به اون دستور داد که آنچه در از دین و شریعت و آیین زندگی ما در تورات نازل کردیم اون رو محکم بگیرید، با جدیت، با عزم، با اراده راسخ، با شوخی و مسخره نیست. خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. این آیه میخواست بگه که دنباله این آیه میخواد بگه که آنچه که در تورات هست بخونید تا بفهمید و بهش عمل کنید تا اینکه راه رستگاری را ادامه بدید. چون احکام و شریعت های آسمانی برای هدایت و رستگاری انسان ها نازل شده و اگر کسی بخواد واقعا سعادتمند باشه باید به اونها عمل کنه. ولی خداوند عزوجل فرمود ثم تولیتم من بعد ذلك، و نشون میده که یهود عهد شکنه حتی با خداوند عزوجل و لذا از رحمت خداوند محروم شد و از امن و آسایش در دنیا هم محرومه، چون به هر عهد و پیمانی که بسته تا به حال وفادار نبوده. فلولا فضل الله علیکم و رحمته نشون میده که فضل بیکران الهی که همون بعثت مکرر انبیا در تاریخ بنی اسرائیل شامل شد. اینقدر پیامبر از میان بنی اسرائیل مبعوث شد تا اینکه اینها اون مراحل را طی کردند و به اوج قدرت خودشون در عهد سلیمان و داوود رسیدند. ولی باز هم با مکر و حیله و تخطی از احکام شریعت تورات سعی کردند حد که حرمت بکنند. این بود که آیه بعد درباره اونهاست ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت. بیاد بیارید اون زمانی که شما دانستید حقیقتا قصه اون کسانی که حد که حرمت روز شنبه کردند. روز مقدس یهود روز شنبه بود. به همین خاطر موقعیت این واقعه تاریخی در قرآن بیان نشده، نگفته که حتی در آیاتی که ما در سوره اعراف و بقیه سوره ها میخونیم اونجا قصه به اصطلاح اصحاب سبت اومده، در اونجا هیچ نام نشانی از آن قوم، ملت یا جاشون، شهرشون، آبادیشون نیومده. آنچه که مهم است اصل این واقعه به عنوان نهایت و عاقبت انسانهای مکاری بوده که خواستن از زیر بار مسئولیت فرار کنند. خداوند عزوجل اونها را مسخشون کرد، یعنی تبدیلشون کرد به بوزینگان، به حیوانات دیگر و میخواست از اونها درس عبرت واسه انسانها بده. درس عبرت هایی که در این نهفته است مهمتر از اونها عبرت به حقیقت ایمانه. خداوند عزوجل میخواد به انسانها بگه که عبرت در نهایت کار زندگی انسانها به حقیقت ایمان و عمل صالح است که مقتضای
ایمان به خدا و آخرته. مؤمنان واقعی مأجورند و هیچ ترس و اندوهی نباید داشته باشند. خداوند عزوجل می‌فرماید یهود ملتی عهد شکن خائن هست و نباید به قول و قرارهای اونها دل خوش کرد. خداوند عزوجل از این آیه میخواد به ما بگه که شریعت الهی را باید به قصد ارشاد و راهنمایی به حق خواند و از آن تبعیت کرد. خداوند میخواد به ما بگه که راه تقوا و سعادت در التزام و جدیت در این دینه. خداوند عزوجل میخواد بگه که احتیال و مکر تراشی در دین برای حد حرمات گناست و هرگز روا نیست و همچنین کیفر الهی کاملا متناسب با جرم است و در نهایت متقین هستند که فقط از تاریخ عبرت میگیرند و بهره میبرند. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. با توجه به آن مطالبی که در شرح و تفسیر و توضیح کلمات این آیات پنجگانه مطرح شد، آیه 62 تا 66 سوره بقره، خداوند عزوجل میخواد مؤمنان واقعی را در طول تاریخ امیدوار بکنه که نه از آیندهشون ترس داشته باشن و نه از گذشتهشون بیم و اندوه، و همچنین میخواد باز یهود را متذکر بشه و همچنین امت اسلامی را که چقدر در باب حیله و مکر از یهود تبعیت میکنند. انسان باید مخلصانه تسلیم امر خدا و رسولش باشد و مطمئن باشه که آنچه که خدا و رسول بهشون دستور میده درش سعادته و هیچ مکر و حیله‌ای در این زمینه کارساز نیست و اگر کسی مکر بکنه بر خودش مکر کرده و هر کس بخواد با فریب و حیله چیز حرامی را برای خودش حلال بکند، مطمئن باشد از اون چیز حرام هیچ استفاده مثبتی نخواهد برد و خداوند اگر که در این دنیا بهش مهلت بده در آخرت مهلت نمیده. موفق و مؤید باشید. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتاب الله